بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. سلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری شما گفته بودید میشه خودتون رو معرفی کنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از کرج. آقا محمد از کرج. شما گفته بودید آقای محترم، آقا محمد، آقا محمد نظرتون در مورد کلیپی که پخش کردیم از آقای قزوینی چی است؟ نظرمون اینه که شما باید بشینید کنار با آقای عبدالقدوس دهقان باید مناظره کنه بدون ترس. از ارعور که کمتر نیست. آقای محترم، آقای محترم، ما آقای محترم، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، اصلا ما در حد مناظره نیستیم. تموم شد؟ من با شما موافق. ما در حد مناظره نیستیم. آقای محترم، آقا محمد، آقا محمد، آقای محمد، ما در مورد نداشی هم براشون پیام رسمی فرستادیم، اعلانم کردم. بفرمایید در مورد همین دروغ آقای قزوینی هر کس که میخواد بیاد مناظره بکنه. در مورد همین دروغی که آقای قزوینی در مورد اصل المذهب گفته، مهمترین موضوع اسلام توحیده. قبول داری یا نه؟ بیا در مورد توحید بحث کن. گفتیم در مورد توحید هم بحث میکنیم. در مورد توحید هم بحث میکنیم. آقای محترم، آقا محمد، برادر بزرگوار، آقای محترم، تماس بگیرن در مورد توحید هم بحث میکنیم. ما نامه رسمی دادیم به شما دیگه، چی میخواید دیگه؟ آقای محترم، برادر عزیز، ولایت فراری هستی، واقعا با ما مناظره بکنید. ما که شاگردای اونام نیست، نمیشین. انقدر مثلا شما کی هستید؟ شما بفرمایید از طریق اسکایپ همین الان تشریف بیارید. نظرتون رو در مورد کلیپ آقای قزوینی بگید. بعد از اون نامه رسمی دادیم، 10 تا موضوع هم معرفی کردیم. ما هم جوابتون رو دادیم. ما یکی از شرط هامون آقا محمد سر صدا نکن. آقا محمد گوش کن برادر عزیز. آقا محمد از کرج، صدای منو داری؟ بله صدای شما رو داریم. خب من یک خواهش از شما میکنم. صدای شما رو همیشه داریم. بسیار خوب. من یک خواهش میکنم آقا محمد، ادب و اخلاق اینو تقاضا میکنه که وقتی من دارم صحبت میکنم وسط حرف من نپرید. اینو بچه کلاس اول ابتدایی بهشون یاد میدن. آقا محمد گوش کن. آقا محمد گوش کن. آقا محمد گفتی که با ما در مورد توحید بحث بکن. خب بذار جوابتو بدم برادر عزیز. جواب چی؟ خب بذار جوابتو بدم. من حرف بزنم یا نه؟ یک کلمه حرف بعد تو حرف بزن. یک کلمه. ما در مورد توحید آقای انصاری من یک کلمه حرف بزنم، شما حرفتو بزن. شما که تریبون داری. آقای محمد شما حرفاتون رو زدید، من بذار جوابتو بدم بعد شما صحبت بکنید. بفرمایید. مناظره با ندای شیعه، گفتم هیچ مشکلی نداریم. ما فقط یک شرط داریم. آقا هر کس از ندای شیعه میاد اینجا مناظره میکنه با ما، پخش مستقیم ما پخش میکنیم در اینجا در وصال حق، پخش مستقیم در شبکه ولایت همون لحظه پخش بشه. بسم الله. خب ادامه بدید. بس همین. الان آقای انصاری ما منطق داریم دیگه، بالاخره باید انسان با هم علمی و با دلیل صحبت بکنه. قبول دارید؟ بفرمایید. درست آقای انصاری؟ بله کاملا. شما یک کلیپ پخش کردی و آقای شریفی به نمایندگی از ندایشی جواب شما رو دادی. خب و الان نوبت ماست. نه به نمایندگی از ندایشی نه. گوش کن برادر عزیز.
آقا محمد ببین الان تحریف نکنید. آقا محمد تحریف نکنید. ندای شیعه برای من ارزش لنگ کفش من رو هم نداره که من با ندای شیعه مناظره بکنم. بعد از اینکه آیت الله دکتر حسینی قزوینی مدیر شبکه ولایت شریفی رو تایید کرد، گفت که شکست ایشون شکست ماست، بعد از اون من باش صحبت کردم. آقای محترم، برادر گرامی، خواهش میکنم تحریف نکنید. احمد جان حرف آقای قزوینی رو آماده بکنید که میگه که شریفی نماینده ماست. حرفش آماده بکنید، من پخش میکنم، بینندگان اینجا. آقای انصاری، این رو هر کسی که در فضای مجازی یا در حقیقت باشه میدونه که شریفی نماینده ندای شیعه است. من به عنوان نماینده ندای شیعه با ایشون بحث نکردم. من به عنوان نماینده شبکه ولایت با ایشون بحث کردم. به عنوان نماینده شبکه ولایت با ایشون صحبت کردم. میدونی یه چیزی هست، الان یه مثالی هست، وقتی آدم میبازه از یه نفر میخواد اون رو مثلا بگه من از مثلا محمد علی کلی باختم، از اون کتک خوردم. شما حالا محمد جان ببین محمد جان الان شما آقا محمد ببینید، شعار دادن 35 سال در ایران، 35 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، زنده باد ولایت فقیه، این شعار دادن ها اینا رو بذار کنار. وقت شعار دادن ها گذشته. مردم الان آقا محمد شما به عنوان نماینده ندای شیعه آقا محمد گوش کن جوابتو بدم. یک لحظه. الان شما واقعا من بیادبتر از شما ندای شیعی ها ندیدم. خب گوش کن حرف منو برادر عزیز، من دارم باهات فارسی صحبت میکنم، جوابتو بدم. هی سوال میپرسی، جواب بده. خب بذار که جواب بدم. قطع کرد رفت. احمد جان شمارش یادداشت بکن، دوباره زنگ زد، مستقیما وصل بکن. من شریفی رو بعد از این باش هم کلام شدم که تضرع میکرد، التماس میکرد، به دست و پام افتاده بود که من میخوام با تو مناظره بکنم. گفتم آقای محترم، ایمیلاش هم هست، از اولین ایمیلی که براش فرستادم همه رو میتونم اینجا نشون بدم. گفتم من به شرطی باهات مناظره میکنم که مدارک تو بفرستی. کلیپش هم هست، بعد دوستان همه دیدن. گفت باشه میفرستم. نفرستاد. گفت نظر چیه که آقای قزوینی منو تایید بکنه؟ گفتم موافقم. الان احمد جان کلیپش رو حتما آماده کرده، پخش میکنیم. گفتیم باش، آقای قزوینی اگر تو رو تایید کرد من باهات مناظره میکنم. رفت آقای قزوینی تو برنامه زنده اومد تاییدش کرد، گفت شکست شریفی شکست ماست. کلیپش آماده است، با هم ببینیم. در خصوص های شریفی ما خیلی وقت کم داریم، 30 ثانیه. بله. در خصوص های شریفی گفتن یه بار دیگه شما تایید کنید ایشون رو. بله، نه ایشون که وقتی میان در این شبکه های وهابی با اینها مناظره میکنن، ایشون مورد تایید ما هست. اگر ایشون رو شکست دادن ما شکست خودمون حساب میکنیم. ایشون مورد تایید ما هست. اگر ایشون رو شکست دادن ما شکست خودمون حساب میکنیم. دیگه از این بهتر. با یزدانی ها حتی بیان با این بحث کنن دیگه معلوم بشه که چیه قضیهش. بله ایشون کاملا مورد تایید ما هستن از هر جهت. بله ایشون کاملا مورد تایید ما هستن از هر جهت. ما تصمیم را بر این گرفتیم همانطور که این شبکه وهابی را با تماس‌های تلفنی مفتضح نمودیم و آنها تنها راه مقابله با شیعیان را وصل نکردن تماس‌های آنها پیدا کردند، این حجمه و تماس‌های خود را به سوی شبکه وصال حق یا بهتر بگوییم وصال ناحق نشانه رفته و به این شبکه رسما اعلام می‌کنیم که منتظر حجمه بینندگان شبکه ولایت از بعد از ماه مبارک رمضان باشند و به حول قوه الهی همانطوری که ما توانستیم اثبات کنیم بطلان شبکه کلمه را، بطلان این شبکه را هم اثبات خواهیم کرد و این شبکه را مفتضح‌تر از قبل خواهیم نمود ان شاء الله. جناب آقای انصاری، مدیر وصال شبکه وصال حق. بله. ببینید آقا محمد از کرج، امیدوارم که کمی یک کلاسی بگذارید، این قرائتی بیاد اونجا کمی بهتون یاد بده که آداب گفتگو با مخالفین چگونه است.
سوال میکنید جوابشو گوش بکنید. سوال میکنه حالا بگو جواب بده، تا من شروع بکنم جواب بده. خب دارم جوابتو میدم. آقا محمد بعد از این تایید قزوینی من این شریفی رو آوردم رو خط و الا این به دست و پای من افتاده بود، زاری میکرد که با من مناظره بکنه. و من یعنی دوستان عزیز اهل سنت، روش اینا تلبیس است، دروغ است. یعنی چی؟ میگن چرا به ابوالقاسمی اجازه ندادی صحبت بکنه؟ اگر من در اون تماس به ابوالقاسمی اجازه میدادم که صحبت میکرد 10 تا دروغ تلبیس مثل استادش 10 تا رو ردیف میکرد و این 10 تا رو من بعد 1 ساعت می نشستم برای این از فلان کتاب جواب میدادم. اما ما یک هدف معین داریم در گفتگو با هر کسی که با ما تماس میگیره. آقای روشن گفتن موضوع امامت در قرآن، گفتیم اهلا و سهلا به قول عربا. هر موقعی که حاضرید، حالا امشب نیومدن، شاید ما مثل ایشون نمیگیم که بهانه آوردن، انشالله که مشکلی نداشته باشن، شاید بیماری مشکلی. خب انشالله هر وقت فرصت کردید برادر عزیز و گرامی آقای روشن تشریف بیارید، ما مشکلی نداریم برای صحبت و مناظره در این مسائل. ایشون به عنوان یک آخوند حجت الاسلام روشن با عبا و قبا و عمامه آخوندیش پشت سر اسکایپ بیاد، یک وب کم لازم داره، یعنی چیز خرچی هم نداره. بالا اگر مشکل دارن ما میتونیم براشون بفرستیم هر جای ایران که باشن، بیایید با هم صحبت میکنیم. اما کسی مثل شریفی که میاد وقت صحبت میکنه، من یک لوله کشی بیش نیستم. خب بابا جان تو که یک لوله کشی، تو روشه به این مسائل. اقوال تالین، یعنی یک آدم عادی که کمی با عربی سر کار داشته از اهل سنت، طلبای اهل سنت میدونن که اقوال تالین یعنی چی. این بلد نبود اقوال تالین رو ترجمه بکنه. خب یک چیزایی را قزوینی دستش داده، همینطور پرینت کرده جلوش گذاشته یا اسکن کرده تو لپتاپش است، میاد مثل بلبل همونا رو تکرار میکنه. من در مورد اون مناظره هیچ صحبت نمی کنم. قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان منصف که آیا شریفی تونست حرف قزوینی رو ثابت بکنه که امام شمس الدین ذهبی محمد ابن اسماعیل بخاری رو ضعیف میدونه و ثقه نمیدونه؟ آقا محمد میگه که شما شکست خوردید و فلان خوردید و ما بعد از این حرف قزوینی حاضر شدیم که باش مناظره بکنیم، ما هم در مورد دروغ قزوینی. و ایشون بعد از 1.5 ساعت، بیشتر از 1.5 ساعت نتونست اینو ثابت بکنه. بارها دیگه به اسمای مختلف صداش کش گذاشته بود، لای زبانش تماس گرفته بود، نتونستن این مسئله رو ثابت بکنن. الانم این بحث، این فایل تا هنوز باز است، بسته نشده. آقا محمد، غیر شما هر کسی که هستید، چون قزوینی یک بار تایید کرده ایشون، دیگه تاییدیه دوباره لازم نیست. آقا بیاد این رو، تا هنوز یک دروغ قزوینی رو جواب ندادن، بیاد از این دروغ قزوینی دفاع بکنه. بعد از اون انشالله میریم سر توحید میخواید، امامت میخواید، اسمت میخواید، هر چیزی که میخواید، من مشکلی ندارم. تنها شرط ما این است که آقا پخش زنده ما اینجا داریم پخش میکنیم برای میلیون ها نفر، شماها هم شهامت مردانگی داشته باشید، پخش زنده بذارید تو شبکه ولایت. و آقای شریفی هم از شماره روابط عمومی شبکه ولایت تماس گرفته بود. یعنی چی؟ یعنی در لحظه‌ای که داشت با من صحبت میکرد 200 تا مرجع و کارشناس و دکتر و حوزه و دانشگاه پشت سرش بودن. این نتونست از یک دروغ قزوینی دفاع بکنه. هر کس هم اینجا زنگ میزنه، من احمد از اهواز و روشن و حسینی و نمیدونم فلان و هر کدومتون با هر اسمایی میاد زنگ میزنید. گاهی اوقات شده من به خاطر بحث علمی تماس کسی رو قطع کرده باشم، الا که توهین بکنه، اهانت بکنه یا که حرف گوش نده، مجبوریم که تماس رو قطع بکنیم. به عنوان یک بیننده یادی بیایید صحبت بکنید. اما وقتی که میاد در مورد ما، پرچمداران توحید اهل سنت بیانیه‌شون هم تو شبکه خونده شد و حاضرن که با آیت الله قزوینی، با هر کسی از شبکه ولایت که دوست داره با ایشون، با عزیزانمون در این روم بحث بکنه، ما هیچ مشکلی نداریم، پخشم میکنیم در شبکه، بیان باشون بحث بکنن. شما آقا محمد و دوستانتون برید دنبال کسایی که به اندازه خودتون باشه، این دکمه‌های بالا بالا دست نزنید که برق میگیرهتون. اما آقای قزوینی رو باش صحبت بکنید، برید پیشش التماس بکنید،
که همون لحظه‌ای که شما با ما مناظره میکنید تو شبکه ولایت پخش بشه، از چی میترسن؟ اگر واقعا راست میگن از چی میترسن؟ جرأت و شهامت و مردانگی اگر دارن از چی میترسن؟ گفتن که به برنامه خانم‌ها تماس گرفتید، برنامه آقایونشون که در حقیقت یعنی به اونا کلمه آقایون استفاده کردن توهین به آقایون هست. اینا مخنثایی هستن که نه مرد هستن نه زن هستن. به قول مثلی هست میگن یا مرد دنیا باش یا زن آخرت. اینا نه مرد هستن نه زن، اینا مخنث هستن. اگر می بودن فصل میکردن اون شب تا معلوم میشد به همه بینندگان شیعه و سنی که قزوینی راست میگه یا دروغ میگه. و من روز سه‌شنبه برنامه‌اش همه رو نقد کردم، پخش کردم و بارها داره پخش میشه که در مورد همین اصل المذهب که میگه که اینجا ابن تیمیه گفته سران مذاهب اهل سنت کافر و زندیق هستن، تا هنوز هم نتونستن یک جواب قانع کننده بدن، بلکه برای دفاع از یک دروغ اومد 10 تا 12 تا دروغ دیگه هم گفت.